سلام. یه داستان جالب براتون تعریف کنم. یه خاطره است. یه خورده صدای اینو تحملش کنید. بعد بذارید همزمان براتون تعریف کنم. قضیه از این قراره که یادم میاد من دوران مدرسه‌ام، دوران راهنمایی که بودم، شور و هیجان جنگ خب کل کشور گرفته بود، مخصوصا تهران. بعد به این شکل بودش که اصلا ولوشویی بود اون موقع. شهر دقیقاً شبیه همین چیزایی که توی فیلم‌های جنگی الان نشون میدن. اون موقع یه سری مردم درگیر کمک کردن بودن توی مسجدها برای اونایی که توی جبهه بودن، چیزای مختلف بسته‌بندی میکردن، آماده میکردن، سبزی خورد میکردن، نمیدونم خیلی کارا میکردن، لوبیا پاک میکردن. بعد اتوبوس ها رفت آمد میکردن. حالا بعضا قحطی هم که بود، صفای عجیب غریب میدیدی. بعد آدمای عجیب با لباسه عجیب غریب، چریکا، نمیدونم با اوورکوتای آمریکایی جیب گنده و شلوارای شیش جیب سبز رنگ و پوتین و یا کتونی، بعضا اسلحه‌های جسه گردنشون. بعد گذشته از این شهر رو سنگربندی کرده بودن، یعنی هر جایی که میرفتی یا به صورت قلعه مانند کیسه شنا رو میچیدن دور هم دیگه، بعد سنگر درست میکردن، یا اینکه هر کسی ابتکاری به فرج میداد، یه سری با لاستیک، یه سری با آهن، یه سری با چیزای دیگه سنگر درست میکردن. بسیجای محله ها هم همه اکتیو بودن، همه فعال بودن. ما اون موقع 12-13 سالمون، 3-4 سال از جنگ گذشته بود، دوران راهنمایی بودم. یادم نیست چه سالیه، ولی قضیه که دارم براتون تعریف میکنم خاطره مال اون زمان. توی مدارس هم همین اتفاق افتاده بود، یعنی سنگر درست میکردن، دور دیوار مدارس شن میپیچیدن، گونیای شن میذاشتن. بعد یا اینکه شروع کرده بودن پناهگاه درست کردن توی حیاط مدارس برای بمبارون‌های هوایی. زمین رو میکندن، بولیزر میومد، یه چند وقتی کار میکردن، یه گودال خیلی عمیقی میکاشتن، دورش رو بتون میزدن، باز دوباره کیسه شن رو روش رو میپوشوندن و یه راهروی درست میکردن و در آهنی برش میذاشتن، روش رو بتون میکردن. بعد همین داستان، درش هم قفل و کلیدم دست ناظم مدیر مدرسه. هر زمان که آژیر میکشیدن ما رو میبردن تو این پناهگاه. شروع کرده بودن از همون سن نوجوانی و سن نوجوانی روی بچه ها کار کردن دیگه، که روحیاتشون رو با جنگ آشنا کنن. یه انجمنی درست کرده بودن، یه گروهی رو درست کرده بودن، بهش میگفتن امور تربیتی. این امور تربیتی، نه معذرت میخوام، اجازه بدید یادم بیاد. امور تربیتی بود یا پرورشی بود؟ امور پرورشی. ببین این هر دوتاش بود. حالا یه سریش توی دبیرستان فعال بودن، یه سریش توی راهنمایی فعال بودن. حالا فکر میکنم پرورشی بود زمان. بعد به هر حال یه سری جوانای معمولاً خوشتیپ و خوشقیافه و اینا رو انتخاب میکردن. حالا اینا اطلاعاتی بودن، سازمانی بودن، هر چیزی که بودن. خب ما اون موقع اینقدر واقعا کوچولو بودیم، نمیدونستیم اینا کیان، از کجا میان. بعد با هم اوورکوتای آمریکایی میومدن توی مدارس. هفته 1 جلسه یا 2 جلسه ما کلاس پرورشی داشتیم یا کلاس امور تربیتی داشتیم. اینا چی کار میکردن؟ کارشون چی بود؟ کارشون این بود که به ما آموزش اسلحه میدادن، بعد تمرینای نظامی میدادن و آمادهمون میکردن دیگه، ذهنمون رو آماده میکردن برای یا همون ایدئولوژی که داشتن تزریق میکردن دیگه، یه جوری شستشوی مغزی. اینا هر از گاهی یک بار اسلحه می آوردن سر کلاس، اسلحه‌های مختلف، اسلحه‌های اتومات مثل کلاشینکوف، یوزی، نمیدونم ژسه. بعد بهمون یاد میدادن چجوری بازو بسته میشه، چجوری نمیدونم فلان. من یادم میاد که واقعا ژسه از قد من بلندتر بود اون زمان. اصلا دستمون نمیتونستیم بگیریم انقدر این اسلحه سنگین. نه حالا دوست داشتن این کارو بکنن. یا اسلحه‌های کمری مثل کولت و نمیدونم این چیزا بود که مارکاشون هم هنوز یادم میاد از اون زمان. بعد یه بار یادمه که RPG 7 آوردن سر کلاس. RPG 7 حالا کسی که نمیدونن یه نوع موشک انداز دستیه
این مثل یه موشک اندازه که 2 تا دسته داره، یه تیکش روی شونات قرار میگیره، بعد موشک سر این دسته سر این تفنگ وصل میشه و پشتش هم یه چیزی حدود 1 متر از پشتت میزنه بیرون که شیپوری ماننده. اون تهش هم آتیش در میاد از اون تیکه شیپوری وقتی که شلیک میکنی. بعد این RPG 7 خودش، حالا وزنش رو کاری ندارم که چه وزنی داشت، این زمانی که میخواستی شلیک کنی انقدر سرعتش بالا بود و ضربه پشت سر داشت، بهش میگفتن آتیش برگردون، همچین چیزی. بعد معمولا 2 نفره شلیک میشد، یعنی 1 نفر مینشست زانو میزد یا ایستاده وای میستاد، نفر دوم کمر اینو میگرفت که این آتیش دهنه یا این ضربه‌ای که از عقب میزنه اینو پرتش نکنه عقب، اون کمکش میکرد در واقع پایش رو درست. منتها حدود 1 متر 1 متر و نیم هم آتیش از اون دهنه در می اومد پشت سر. اون بیچاره‌ای که پشت بود وایسی مراقب بود که این آتیش هم بهش نخوره، یعنی اگر حواسش نبود موشک که از این ور در میرفت اونم از اون ور در میرفت، جزغاله میشد یه جورایی. حالا صداش و ایناشو کاری ندارم. بعد حالا ما چرا بایستی RPG یاد میگرفتیم؟ یادمه که یه بار دیگه نارنجک آوردن سر کلاس، نارنجکی آوردن و بعد این معلم پرورشی ها 2 تا بودن، یکیشون اسمشون قشنگ یادمه، یکی فضیلتی نامی بود، یه جوان خوش‌هیکل‌تر خوش‌تیپ‌تری بود، یکی اشراقی نامی بود، اون خیلی تو جو بود دیگه، اون اصلا یه چیز عجیبی توی جو بود. بعد اون روز نارنجک و اشراقی آورده بود سر کلاس و همینجوری که داشت آموزش میداده اینا، یک دفعه زامن این نارنجک رو کشید بعد پرت کرد وسط کلاس. بعد یه دفعه داد زد بخوابید. ما فکر میکنیم خودش چرا باید بخوابیم؟ الان مگه کسی که نارنجک میندازه باید خوابید پشت سرش؟ چه موقعی خوابه؟ داستان چیه؟ خودش شیشه زد زیر میز. ما تازه متوجه شدیم که باید از خودمون دفاع کنیم. بعدها متوجه شدیم که این حالا نارنجک رو که میندازن طرف باید روی زمین دراز بکشه که ترکشش بهش نخوره، ولی این چرا حالا میگفت بخوابید، شاید واقعا منظورش همون بوده که دراز بکشید، شیشه برید یا هر چیز دیگه. خلاصه این داستان انقدر روی ما تاثیر گذاشته بود که ما جوگیر شده بودیم، هممون، نه که حالا بگم فقط من، تمام اون کلاسمون موقع پر جمعیت 28 نفر 30 نفر توی یک کلاس می نشستیم. بعد به این فکر می کردیم که چیکار میتونیم بکنیم برای این جنگ. یه هم کلاسی داشتم، اینم عقل درست حسابی نداشت، از من خیلی خوب‌تر. شروع کرد روی من کار کردن، پاشو بریم جبهه. میگفتم بابا جبهه آخه چجوری ما بریم اونجا میخورنمون، اصلا نمیتونیم بجنگیم، نمیتونیم یه دونه تیر شلیک کنیم، میریم اونجا میشیم خلاصه. نه بیا بریم. الان بچه‌های نمیدونم جوونه 13 ساله، میگفتم بابا 13 ساله جوون نیست به خدا، 13 ساله هنوز بچه است. میگفت نه دارم میرن جبهه، نمیدونم فلان داریم، حسین فهمیده داریم، اصغر نفهمیده داریم، ببخشید حالا فامیلاشون یادم نمیاد. بعد خیلی از اینا داریم که توی سنای پایین میرن جبهه و میرن میجنگن و اینا. گفتم آخه سن پایین منظورت چیه؟ دیگه 13 ساله که نمیره جبهه. گفت نه بیا بریم. یه مدتی روی ما کار کرد تا اینکه ما قبول کرد. گفتیم بعد چجوری باید بریم، چیکار باید بکنیم؟ حالا نه اون موقع نه شرایط اینجوری بود که بتونیم تحقیق کنیم، نه جرأتش رو داشتیم، نه شهرها رو بلد بودیم، نه جغرافیمون خوب بود، نه می‌دونستیم مثلا جبهه کجا هست. فقط سر و صدای جنگو میشنیدیم دیگه، موشک بارون و بمبارون. و اوایل که موشک بارون نبود، بمبارون بود اون سالی که براتون تعریف میکنم، بعدش موشک بارون شروع شد تهران. خلاصه ما رو متقاعد کرد که بریم.
خیلی خوب ما الان میخوایم بریم جبهه، چجوری بریم؟ ما به پول نیاز داریم، بعد خودمون رو تا اونجا برسونیم. اینجا که بریم خودمون رو معرفی کنیم که میزنن تو سرمون، برمون میگردونن، یه پس گردنی رو فقط میخوریم. بعد گفتش که نه، باید بریم خودمون رو برسونیم به اونجا، تو کار انجام شده قرارشون بدیم، تو عمل انجام شده قرارشون بدیم. اونجا که بریم دیگه تمومه، من میدونم راهشو. گفتیم بریم چیکار کنیم چیکار نکنیم، چجوری اعتبارش رو تأمین کنیم، چجوری هزینه سفرمون رو تأمین کنیم. گفتش که من یه وقتایی از کیف مامانم پول برمیدارم، بعد میتونم مثلا برم سر کیفش، بعد یه 200 تومن 300 تومن پول بردارم. 200 یه تومنی 200 یه تومنی اون موقع خب واقعا هزینه مسافرت رو تامین میکرد. یعنی میتونستی باشه اتوبوس بخری، میتونستی غذا بخوری، میتونستی نه اتوبوس بخری، بلیط اتوبوس بخری، دیگه انقدر ارزونی نبود. گفتم که خیلی خوب، منم ببینم شاید بتونم یه پولی از کیف مامانم بزنم. من تا اون موقع هیچ وقت این کار نکرده بودم. بچه‌ها میکردن این کارو، من خیلی از همکلاسیام یادمه که پول از جیب باباشون برمی‌داشتن، از کیف مامانشون برمی‌داشتن. اون زمان یه جورایی مود بود این قضیه. کاری نداره، ما یه روزی رو قرار گذاشتیم و گفتیم که صبح که از خونه زدیم بیرون، میریم کتاب کمتر برمی‌داریم با خودمون، کیفم برنمی‌داریم. بعد کتابامون رو یه جا قایم میکنیم زیر درختی جایی، همونجا میزنیم میریم. باشه، روز رو قرار گذاشتیم و رفتیم. من حالا استرس داشتم چیکار کنم، شب رفتم سر کیف مامانم، با بدبختی اینور اونور 2-3 بار رفتم نتونستم، کسی هم چک نمی‌کرد، خودم انقدر هیجان داشتم میگم. بالاخره یه صدی از توی کیف مامانم برداشتم، 100 تومن برداشتم و صبح زدیم بیرون و اسم پسر حسین بود. آره، حسین هم اومد و کتابمون رو زیر درختی قایم کردیم و بعد گفتم که چقدر پول آوردیم؟ من تونستم 100 تومن بیارم. گفتش که من تونستم 200 تومن بیارم. گفتم فکر میکنم بسه و اینا. گفت آره من میدونم بسه، چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا؟ بریم ترمینال غرب. گفتم بریم. اون موقع ترمینال آزادی بود. بعد سوار شدیم مینیبوس، سوار شدیم اتوبوس، سوار شدیم یادم نیست، رفتیم میدون آزادی، رفتیم ترمینال آزادی. بعد بلیط گرفتیم برای کرج، بلیط اتوبوس گرفتیم برای کرج. حالا کرج چه ربطی به جبهه داره؟ اصلا کرج این بره منطقه جای دیگه بود. رفتیم کرج، رسیدیم کرج و گفتیم که خیلی خوب نزدیک شدیم به جبهه، نزدیک شدیم، بریم اینجا خودمون معرفی کنیم. خیلی مسئله بود برام. رفتیم مسجد محله از دور صدای نوحه‌اش می اومد، آهنگران داشت میخون، نمیدونم جلوی در مسجد کتل و نمیدونم هجله آدمای عجیب غریب، عکسای شهیدا، اصلا اون فضا هیچ وقت یادم نمیره. رفتیم دم مسجد و بعد گفتیم که آقا ما اومدیم خودمون رو معرفی کنیم، اصلا بسیجی که اونجا بودن و اینا. گفتیم ما میخوایم بریم جبهه. بعد اینا بهمون میخندیدن، میگفتن که چیز اینا، حالا وایسید حالا یکی بیاد معرفی میکنیم و اینا. سرشون هم شلوغ بود، خیلی سرشون شلوغ بود. بعد هی وایسادیم، هی از این پرسیدیم از اون پرسیدیم، تحویلمون نگرفتم. موقع نهار شد، گرسنمون شد، بریم یه چیز بخوریم، پولم که داشتیم. بعد اومدیم و رفتیم غذایی خوردیم. حالا با هم دیگه فکر کردیم که خدایا اگر اینا امشب نذارن ما بریم، ما رو نبرن جبهه، همینجوری بخوام بازیمون بدن، چیکار باید بکنیم؟ به هر حال پولمون هم تموم میشه، گیر میکنیم تو شهر غریب. بعد چیکار کنیم؟ بیایم بیزنس کنیم، کاسبی کنیم. بعد همینجوری که توی کرج راه میرفتیم توی خیابونای کرج، بعد میدیدیم یه هر چند قدمی یه با یه جا بچهای همسن سال ما یا کوچیک‌تر نشستن، یه جعبه جلوشون بود، از این جوجه‌های یه روزه میفروختن. گفتیم خیلی خوب این میتونه بیزنس خوبی باشه، میشیم دوتایی یه جعبه جوجه یه روزه میخریم، حالا 50 تا هم که جوجه بتونیم بفروشیم، مثلا هر جوجه 5 درم کاسبی کنیم، یعنی نصف یه تومن، بعد کاسبی کنیم خودش کلی پول میشه دیگه. بعد گفتیم باشه، رفتیم گشتیم خدایا از کجا پیدا کنیم جوجه یه روزه. بعد نمیدونستیم که باید بریم عمده فروشی جایی و اینا،
دیدیم یه پسر جوجه‌اش دستش و اینا، گفتیم جوجه‌اتو میفروشی به ما؟ حالا از اون پسر می‌خواستیم بخریم، دوباره وایسیم اونجا. گفت آره میفروشم. گفتیم همش چند؟ مثلا اون موقع گفتش که به جعبه‌اش 100 تومن، 150 تومن، 150 تومن، یه همچین چیزی. خلاص جعبه جوجه رو خرید. جعبه جوجه رو خریدیم و نشستیم دوتایی بغل خیابون و جوجه فروختن. ساعت 5 شد، 6 شد، 7 شد، خدایی کسی از ما جوجه نمیخره، چرا چیکار کنیم اینا؟ بعد تو این فاصله جوجه هم چند تاشون مردن بیچارا. گفتیم بهترین راهش اینه که باز دوباره مونده بفروشیم به یکی، یعنی به این نتیجه رسیدیم که کارمون نیست. بعد یادم نیست بالاخره وضعیت جوجه ها چی شد، ولی اون صحنه‌ای که یادمه که تلاش میکردیم برای فروختن و اینا، یکی دو تا دونه‌شو فروختیم، 3-4 تاش مردن و برای بخشیدیم همینجوری به بچه‌ای که رد میشدن، واسه پولمون رو از دست دادیم. برگشتیم دوباره اون مسجد. برگشتیم مسجد، خود چهره مسجد بعد از اون عوض شده بود، یه سری آدمای جدید اومده بودن اینا. بعد شروع کردیم با گنده هاشون صحبت کردن، یه خورده بیشتر اعتماد به نفسمون رفته بود بالا. شروع کردیم با گنده هاشون صحبت کردن و گفتیم که ما جدی هستیم، میخوایم بریم جبهه. یکیشون صدامون کرد، فهمید که ما بچه کرج نیستیم. در نهایت صدامون کرد، گفتش که از کجا میایین؟ گفتیم که از تهران میاییم. گفتش که شناسنامه‌هاتون رو بدید ببینم. ما شناسنامه‌مون رو درآوردیم، شناسنامه‌مون هم دزدیده بودیم، درآوردیم دادیم بهش و بعد گفتش که پدر مادراتون میدونن که اینجایین؟ گفتیم که آره. بعد اجازه گرفتیم ازشون. گفت اجازه که نمیشه، باید چیز داشته باشید، اجازه کتبی داشته باشید ازشون، یا اینکه بیان اینجا خودشون اعلام کنن. بعد به این راحتی هم نیست، توی سن شما نمیبرن و شروع کرد نصیحت کردن اینا. گفت ولی من یه کاری براتون میکنم، بشینید اینجا ولی بذارید که چیز کنم، یه آدرس خونه هاتون رو بدید، شماره تلفنی بدید و اینا. ما هم فکر کردیم که مخشو زدیم دیگه، شماره تلفنی دادیم و آدرس خونه‌ای دادیم و اینا. یادم نیست راست گفتیم یا نه. این قضیه همینجوری گذشت، ما 1-2 ساعت الاف کردن اینا. بعد نمیدونم چی شد، یا اینکه من شماره تلفن خونه رو درست داده بودم یا اون شماره خونه رو درست داده بود. اومدن گفتن که نمیشه امشب بریم، امشب اعزام نداریم، بمونید امشب پیش ما توی مسجد، بعد فردا صبح اعزام داریم میبریمتون برای جبهه. ما هم خوشا کیف کرده بودیم واسه خودمون، گفتیم که بالاخره نتیجه گرفتیم. بعد تو همین هیروبیر که صحبت میکردیم و اینا، بعد میآوردن یه سری آها میگرفتن راستی توی مسجد بازداشتگاه داشت. خب بعد یه عده‌ای رو میگرفتن، مثلا طرف مشروب خورده بود، طرف نمیدونم چیز خورده بود. بعد اون بازداشتگاهی که اونجا بود یادم دقیقاً درست عین یه فیلمی هم بود اینجوری دیده بودم. این بازداشتگاهی ها ما رو صدا میکردن بعد بریم براشون یه چیزی بخریم. بعد من اجازه گرفته بودم که برم برای اینا مثلا ساندویچ و اینا بگیرم. پول میگرفتم از بازداشتگاهی ها، نمیدونم 1 تومن 2 تومن خودم میگرفتم، یا یه بار یا 2 بار این اتفاق افتاد که تونستیم برای خودمون هم ساندویچی خریدیم. البته اونجا خورده خوراکم بهمون دادن، یه چیزایی دادن. به هر حال همینجوری نشسته بودیم و تو اون جو خالی می‌بستیم و اونا برامون تعریف می‌کردن و بسیجی‌ها میومدن و میرفتن و چیز می‌کردن اینا. ما هم جو چیز گرفته بودیم، حسینی گرفته بودیم و اینا. ساعت شد 10-11 شب. یک دفعه دیدم که مامان من با بابای حسین با پدر مادر اون از در مسجد اومدن تو. ما نشسته بودیم همون روبرو داشتیم اینا رو می‌دیدیم. یک دفعه ما رو میگی رنگ از رومون پریده بود، ولی هم رنگ از رومون پریده بود هم از طرفی هم خوشحال شده بودیم که اومدن، یعنی واقعا نمیدونستیم، پشیمون شده بودیم. تو این گیروداد حالا یه سری‌ها که میومدن چیز میکردن اینا فهمیده بودن ما از تهران اومدیم و اینا، میومدن این متلکای ریزی هم بهمون مینداختن، میگفتن حالا چرا مثلا شما که میخواستید برید جبهه چرا اومدید کرج؟ اصلا کرج چه ربطی داره به منطقه جنگی؟ خلاصه ما رو برداشتن و البته اونجا عکس همه نشون ندادن، خیلی تحویلمون گرفتن اینا. من خب خیلی ترسیده بودم. وقتی رسیدیم خونه موقع پدرم مریض بود، کسالتی داشته بود، نمیتونست بیاد کرج. بعد اومدش دم در، بعد مامانم گریه کرد، بعد بابام یه نگاهی کرد گفتش که چیکار میتونم باید بکنم. بعد تفلکی هیچی نگفتن ولی من خودم شرمسار، خجالت زده. باور کنید تا نزدیک 30 سالگی من از این قضیه شرمسار بودم. یک روز بیشتر نشد.
یک روز بیشتر نشد. یعنی قضیه جبهه رفتن من یک صبح تا شب طول کشید، ولی انقدر خجالت زده بودم از این قضیه، انقدر خجالت زده بودم و بیشتر شرمندگیم از اون پولی بود که از کیف مادرم برداشته بودم. بعدن توی مدرسه خواستنمون، یه ذره با همون صحبت کردن. البته اون معلمای پرورشیمون یه خورده ساپورتمون کردن، خوششون اومده بود از حرکتی که کرده بودیم و از این داستانی که اتفاق افتاده بود، ولی همچنان بعضی وقتا گاهی بهش فکر میکنم. گفتم براتون تعریف کنم یه خاطره بشه از اون دوران، شاید کسی که توی سن و سال من هستن بدونن که چه شرایطی بود، یادشون بیاد اون دورانو. ببینید که به ما چی گذشته. مراقب خودتون باشید.